کور از خدا یه چشم میخواست، خدا 2 تا بهش داد. شماها چیزی دارین که مال منه. کی؟ ماها؟ چطور میتونیم همچین چیزی داشته باشیم؟ ما خدمتکاریم. ساکت. من با شماها کاری ندارم، ولی فقط بگین برای کی کار میکنی. خب چیزه آقای محترم، اونا چه گناهی دارن؟ وایسین کجا؟ شما کی هستین؟ من خیریم. بگو دیگه. مدینه، اسمش مدینه است. مدینه. خب اون وقت میدونین من کیم؟ به خدا نمیدونیم. به خدا نمیدونیم. من اجل شماها. آقا به خود ما کاری نکردیم. راست میگم. ما کی باشیم؟ حتما ما رو اشتباه گرفتیم. ساکت. من دیدمتون، تماشاتون کردم. قیافتون تو دوربین طلا فروشی مشخص بود. پس حتی فکرشم نکنین که بخواین بهم دروغ بگین، وگرنه اون حرف آخرین چیزیه که به زبون میارین. قبل از اینکه چیزی بگین اینو تو مغزتون فرو کنین. هیچ کس، دارم میگم هیچ کس، نمیتونه مال منو ازم بدزده. یعنی اجازه نمیدم. شنیدی؟ تکرار نمی کنم. شنیدی؟ شنید. از در زبونش بند اومده. آقا به خود ما کاری نکردیم. ما چیزی ندزدیدیم. ما فقط پیداش کردیم. باشه استاد، تو خیابون دارن کار میکنن. دستنش 5 دقیقه دیگه پیشتونم. اینا رو بیاری. ببرینشون تو ماشین. نترس قربونت برم. آقا شما اشتباه متوجه شدین، اجازه بدین من توضیح بدم. آقا یابوز از سر صدا خوشش نمیاد. راوی آقا تو رو خدا. خیریه، منو حلالم کن، ما رو میکشن. موندم که چی کار کردن. از اینجام هیچی دیده نمیشه. اگه یه وقت به خاطر من بلایی سرشون بیاد چی؟ طاقت ندارم برم ببینم. وای مامان تو چت شده؟ تو خودت چت شده. تو چت شده. نزدیک بود بهت اسپری فلفل بزنم. مثل قاتلا بی سر و صدا از پشت آدم میای. قاتل؟
مامان محض رضای خدا چرا اینطوری شدی؟ مامان بس دیگه مامان تو چت شده؟ جانان خانم کجاست؟ ترسیدی دیگه، گفتی ممکنه یه اتفاقی بیفته، اونم رفته داره اسپری فلفلا رو ردیف میکنه دیگه. خوبه باشه، تو هم اینجا دوتا داری. مامان ببخشید ولی دوباره داری کجا میری؟ تون اومدی تو خونه، کفشاتم جابجا نکردی، واقعا چی شده؟ با خیریه کار دارم، مدارکو داده بودم بهش، بعضی از اونا رو باید امضا کنم. وایسا چی کار داری؟ متوجه نمیشم، بگو. چت شده؟ سوالو جواب میکنی؟ من مادرتم یا تو مادرم؟ معلومه که میپرسم، هی حرفو میپیچونی و جواب نمیدی. اما ببین منو مثل جانان خانم گول نمیخورم و از چشات میفهمم مامان تو قطعا داری یه کاری میکنی. من چی کار میکنم دختر؟ حتما دیوونه شدی. من چی کار میکنم؟ من بعد 100 سال تونستم برای خودمون یه خونه بخرم، کلی امضا و کاغذ بازی داره، منم هیجان دارم، حس میکنم قراره یه اتفاق بدی بیفته، فهمیدی؟ دلم داره عین سیر و سرکه میجوشه، به خاطر همین. ای فدات بشم مامان، آروم باش. اما واسه چی استرس داری؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ همه چی امضا کردی؟ آره برم پیش خیریه ازش مدارکو بگیرم دخترم. فعلا باشه خب منم خب تو نیا تو برو یه کاری کن، تو برو پیش مادر بزرگت، برو پیش غمزه، برو یه سری به بچه بزن ببین مشکلی نداره. بچه رو مثل بچه یتیم ول کردیم، البته یتیمه اما برو یه موقع حس بدی نداشته باشه. باشه من غمزه رو بر میدارم. نه یا تو غمزه رو ببر اسباب بازی فروشی. آره ببرش، براش یه چیزی بخر، بچه خوشحال میشه، ثواب داره. باشه پس من میرم دنبالش. باشه آفرین دختر، آفرین، خداحافظ. دخترم چی شدی؟ مامانت خیلی دوست داره، اینو اصلا یادت نره باشه. مامان چون چه شده یهویی؟ چی شده؟ مگه نمیتونم همینطوری بهت بگم دوست دارم؟ نه میتونی بگی اما همینطوری الکی مسخره نیست. آدم ها بعضی وقتا باید بگن همدیگر رو دوست دارن، آدم از 2 دقیقه دیگهش خبر نداره. بابا تو ببین، داشت می اومد خواستگاری، بعد سر راهی ها افتاد تو فاضلاب و فوت کرد. خیلی دوست دارم، من دوستتون دارم، من مادر خوبی میشم. تو یه چیزی شده مامان، بالاخره میفهمیم. از پنجره چی رو نگاه میکنی فیاض؟ من چیو میخوام نگاه کنم؟ چیو میتونم نگاه کنم از پنجره؟ از پنجره چیو میچدید؟ دارم هوا رو میبینم دیگه، هی میبندم باز میکنم، سرد میشه گرم میشه. بیا قهوه نیست، چایی آوردم، اینو پیدا کردم، آب قطعه، لیوان کاغذی آوردم که لازم نباشه بشورم. باشه میخورم، مشکلی نیست. احتمالاً گازم قطع کردن چون خونه خیلی سرده. قطعه. اومدن توقیف کردن؟ آره یه هم اومدن، میدونی که ما خیلی شوکه شدیم نرگس. اینا به خاطر تو اومدن نرگس خانم، منو دیوونه نکنه خدا. همه حسابای منو مسدود کردن، نتونستم قبضا رو بدم، اومدن همه چی رو توقیف کردن، یاسمینم باشون رفت. من تعجب نکردم. خب نمیخوام بگم من گفته بودم و تو این وضع ناراحتت کنم، اما گفته بودم، بهت هشدار داده بودم. آره نرگس تو هشدار دادی، تبریک میگم، آفرین، هشدار دادی. تو داری چی رو نگاه میکنی؟ منو تون آوردی تو خونه، داری چی رو نگاه میکنی فیاض؟ ای وای خدا، من آوردم تو خونه. چرا آوردم؟ چرا آوردی؟ خب آوردمت وضع خونه رو ببینی، همشم به لطف تو بوده، فقط هم تو ندیده بودی که آوردمت همه چی رو ببینی. فیاض من زن احمقی نیستم، یاسمین جلوت وای نستاده.
الان جلوی اون زنا هم سر و صدا رو انداختی. رفتارت هم خیلی عجیب بود. یه چیزی شده. بگو فیاض. وای نرگس جان، وای نرگس جان، به خدا که خیلی زرنگی. هنوزم دنبال سوژه میگردی، به من تیکه میندازی. ببین یاسمین احمقه، من زرنگم. این رو ول کن نرگس، ول کن. گاو مرد نرگس، زور نزن. گاو کیه؟ گاو منم دیگه. من مردم، روابطم از بین رفت. فهمیدم. انقدر چرت نگو. وایسه ببینم تو داری چی کار میکنی اینجا؟ چرا پرده رو میکشی؟ منو ببین. نکنه یاسمین داره میاد. یاسمین داره میاد و تو برای اینکه حسودی کنه منو تون آوردی اینجا. وای واقعا خدا خیرت بده. واقعا که به خدا هیچ وقت همچین چیزی به ذهنم نمیرسید. دستت درد نکنه. شما زنا دستیسه چینی تو خونتونه، برای همین نمیشه بهتون اعتماد کرد. خدایا به همون رحم کن، به تو پناه میبریم. سوگل چی شده؟ خدایا خیریه، میشه خیریه رو صدا کنی؟ عزیزم صبر کن، یه دقیقه صبر کن سوگل. ای خدایا خدایا. یه قضیه در مورد خیریه است، نمیخوان همه خبردار بشن. خیریه ممکنه چی رو از من قایم کنه و به تو بگه فیاض؟ به خیریه ارث رسیده. در مورد مسائل مالی از من راهنمایی خواست، منم یکم راهنماییش کردم. از تو خیلی معذرت میخوام. آدم اینجا رو ببینه آخرین کسی که به ذهنش میرسه تویی. من چرا به این وضع افتادم نرگس؟ چرا به این وضع افتادم؟ به خاطر مسائل مالی نیست، به خاطر اینه که تو مسائل مربوط به آدما خیلی احمقم. چون نمیدونستم مادر بچه ها ممکنه این بلا رو سرم بیاره. آره وای خدایا رحم کن. خیریه پشت در وایستاده. برو برو. خیریه کجاست؟ خیریه نیست. اونا کجان؟ اونا کجا رفتن؟ یعنی چیه کجان؟ تو حیات نیستن. آخه کجا رفتن؟ واقعا نیستن. نیستن دیگه. من نگفتم نیستن. گفتم اینجا صبر کنن، گفتم اینجا صبر کنن جایی نرید. آقا فیاض اون آدم ها نیومدن، اونا رو نبردن دیگه مگه نه؟ نمیتونن همچین کاری کنن. وای خدای خودت رحم کن. خدای خودت از خواهرام مراقبت کن. من فقط 2 دقیقه رفتم تو خونه، رفتم حواس نرگس رو پرت کنم، تو اومدی من اومدم بیرون. نیستن. چی شده؟ یادش رفته شارژش کنه. به اون زنگ بزن، به مدینه زنگ بزن. آره به مدینه زنگ بزن، اونو بگین، مدینه رو بگین. زنگ زدم بر نمیداره. دوباره زنگ بزن. به سرت برو زنگ بزنم. ای خدای بزرگ خودت به همون رحم کن. وای مدینه آره بوق میخوره. نه بر نمیداره. به خدا بر نمیداره. نه بابا اونا نمیتونن تو 2 دقیقه اومده باشن برده باشنشون که امکان نداره. چی داری میگی؟ خدای خودت به همون رحم کن. خدای خودت مواظبشون باش. خدای خودت مواظب خواهرای من باش. ای خدای بزرگ. منو ببین. چند تا الماس بود؟ واسه چی داری اینو میپرسی؟ سوگل تعدادش مهمه. باید بدونیم دنبال چقدر پولن که بفهمیم تا چقدر ممکنه پیش برن. درسته؟ شما یه الماس رو فروختین ها؟ یه الماس ها؟ کاش دستم میشکست. اونو نمیفروختم. کاش دستم میشکست. من جون اون دخترها رو. سوگل الان ولش کن، بعدا گریه کن. به هم بگو چند تا الماسه دیگه هست که نفروختین. خب من تعداد دقیقشو نمیدونم. اوی خدا منظور چه تعدادشو نمیدونم سوگل. چند تا الماسه؟ یه دونه است؟ 2 تاست؟ نه بیشتره. 3 تا؟ 4 تا؟ 5 تا؟ نه برو بالاتر. سوگل تو مطمئنی فقط یه دونشو فروختین؟ خونه ماشین هرچی خواستین و خریدین؟ قربونت برم بگو چند تا الماس داری؟ 8 تاست؟ 10 تاست؟ چند تاست؟ خب من تعداد دقیقشو نمیدونم. یکم بیشتره. دقیقاً چقدر بیشتره؟ چقدر بیشتر؟
اندازه همون آخرین رقمی که گفتی بهش اضافه کن. آقا فیاض، آقا فیاض، دنیام که رفت، کاش آخرتم رو حفظ میکردم. چی؟ به خدا این آدم ها ما رو میکشن سوگل. این آدم ها ما رو تیکه تیکه میکنن سوگل. اینطوری نگو. اونقدری که ما ازشون پول دزدیدیم به کشتن ما هم راضی نمیشن سوگل. ما رو زنده میکنن و دوباره از اول میکشن. زنده میکنن و میکشن، زنده میکنن و میکشن. بخون تو بهشون میگی دیگه نه؟ چون من توش دستی نداشتم. من موقع دزدیدنش نبودم. درسته؟ آره من موقع خرج کردنش فقط از نظر فنی ربطی بهش نداره. بهشون میگی دیگه نه؟ وقتی اومدم تو رو بکشم بگو. باشه دعاتو بخون بهش فکر نکن. دعاتو بخون دیگه قول نکن. خدای من رو میگم که کار شما خیلی سخته ها، مگه نه؟ سخته. دمیر خیریه. خب چیه مگه؟ گفتم یکم حرف بزنم راه نزدیکتر بشه. فکر کنین دوستانم بالاخره خب مجبورن دارن کارشون انجام میدن. خیریه جان، آخرش این احمق ما رو به کشتن میده. نه زبونمون مار بگزه. باشه آروم باش. میگم مثلا همیشه تو فیلم ها یا اینجور چیزا دیدیم آدم بدا وقتی یکی رو میدوزن سریع چشماشو میبندن که نفهمه کجا دارن میبرنش. مگه نه؟ درسته؟ لطفاً بد برداشت نکنین. من نمیخواستم به شما بگم آدم بده. آره نه درسته؟ بالاخره شما هم دنبال پولتونین. منم درک میکنم. آره مثلا این دوستمون برای گذران زندگی دزدی میکرد. وای خیریه. خب الان این دوستامون فکر میکنن من الماسا رو دزدیدم. چرا اینجوری بهشون میگی آخه؟ باور کنین حاضرم قسم بخورم که من هیچ ربطی به اون الماسا نداشتم. داشتم میگفتم. خب پس یعنی نباید هرچی تو فیلم ها میبینیم و باور کنیم. خب ممکنه چرت و پرت باشه چون هنوز چشمامون بازه. آره لازم نبود چشای شما رو ببندیم، لازم بود میبستیم. خب چرا آقا؟ البته نمیخوام تو کارتون دخالت کنم. هر کسی کار خودشو بلده. مثلا من و مدینه میدونیم کدوم شوینده برای کدوم لکه بهتره. مثلا ما سگ داریم، وقتی سگ دستشویی میکنه اونو با سرکه. خب ما فقط چیز شدیم، فقط کنجکاو شدیم که چرا چیزی رو سرمون نکشیدین و چرا این امتیاز رو بهمون دادین و بهمون لطف کردین. این راهی که میریم برگشت نداره، برای همین لازم نیست چشاتون رو ببندیم. بله یاسمین. عشقم چطوری؟ آخه صبح با عصبانیت از خونه رفتی بیرون، نگرانت شدم. اون مشکل رو حلش کردی؟ آره حل شد. خیلی خوشحال شدم. عالیه. خب آخه عزیزم مگه امکان داره کسی بتونه از تو چیزی بدوزه؟ امکان نداره. من مطمئن بودم که حلش میکنی چون تو ذهنت به هم ریخته بود. نگرانت شده بودم. یکم زیادی به هم ریختم چون میخواستم بدونم کی این کار کثیفو کرده. بگذاریم امروز این داستان رو تموم میکنم. خیلی خوبه. عالیه. البته میدونستم که از پسش برمیایی. خب میخوای امشب این قضیه رو با هم جشن بگیریم؟ نظرت چی؟ نه امروز تو خونه باغ میمونم. فکر نکنم شب بتونم برگردم. اگه کارم زود تموم شد بهت خبر میدم. باشه عشقم. بسیار خوب. تو اونجا بمون. موفق باشی. یاسمین جانم عشقم. در مورد اتفاق دیشب فقط چون ازدواج کردین کار اون فیاض رو تموم نکردم، اما بهش فکر کردم. اگه دوباره این اتفاق بیفته میدونی که جلوی خودم رو نمیگیرم. برای همین قضیه رو زیاد طولش نده. نه قضیه طول نمیکشه. چرا باید طول بکشه آخه؟ من قبلا به وکیل زنگ زدم صحبت کردم. یعنی دارم درخواست طلاق میدم. آره خب اون عوضی ازش خبر داره؟ فیاض میگی؟ داره. معلومه خبر داره. مگه میشه؟
خوبه خوبه. فیاض، اگه به این طلاق اعتراضی داشته باشی جدی میزنه میکشتت. ای وای. نمیخوام بیشتر از این رویت رو خراب کنم، اما فکر میکنم اونا اومدن و همشون رو جمع کردن و با خودشون بردن. همین که مقدار پول شنیدم فهمیدم که هیچ راه نجاتی نداریم. البته هیچ وقت نباید امیدمون رو از دست بدیم. به خدا امید داشته باشه و ناامید نشو. باشه؟ اینطوری نگین آقا فیاض، این چه حرفیه میزنین؟ کی میدونه، خب شاید خودتون فردا بمیرین. ای وای خدا. ببینم اصلا تو چرا انقدر دوست داری من بمیرم ها؟ ای بابا. بفرمایید. سلام گونر خانم، ما دنبال مدینه میگشتیم. من تو خونه یکم کمک لازم دارم. عذر میخوام، البته اگه وقت داره. وقت که زیاد داره خیلی. البته اگه پیداش کردیم ببرینش. مدینه که خونه نمیمونه. مراد شب میاد خونه اما شام حاضر نیست. گفت میرم آشغال بندازم اما هنوز نیومده. من زنگ زدم بهش، زنگ زدم اما بر نداشت. منم زنگ زدم جواب نداد. الانم زنگ زدم خاموشه. اوی. نکنه رفتن فروشگاه. آخه سوگل جان، این خانم محترم میگن رفته آشغاله رو بندازه، بعد از اونم دیگه ندیدتش. فروشگاه چی کار میکنه؟ رفته اونجا بخوابه. شما چرا دنبال این دختر میگردین؟ نکنه کاری کرده؟ آقا فیاض به پاتون میافتم. آقا فیاض تو رو خدا اون آدما رو پیدا کنید، من الماسا رو بهشون میدم. همه الماسا دست منه، اون دختر رو هیچ گناهی ندارن. الماسا دست منه، من اونا رو بهشون میدم. من فقط یه دونه‌شون رو فروختم، یه دونه. من تا آخر عمر کار میکنم تا پول اون یه دونه رو بدم. تو رو خدا پیداشون کنید. بس کن بابا، این سوگل با خیریه و مدینه دوسته صمیمی ان. وقتی همو نمیبینن قاطی میکنه. اونا رو پیدا میکنیم، خیریه و مدینه رو پیدا میکنیم. حالا اینم خوب میشه. بیا ما دیگه از اینجا بریم. بازم معذرت میخوام، خواهش میکنم درو ببندین، خونه سرد نشه. خداحافظ. خدا نگهدار. تقصیر من شد. یه دقیقه کجا رفتن؟ اینو کجا رفتن؟ ازتون خواهش میکنم اینجا. خواهش میکنم. از کجا بدونم؟ از کجا باید اون مافیا رو بشه؟ ازتون خواهش میکنم من بهشون بگم اونا رو ول کنن، منو بگیرن، منو بگیرن. باشه بگیرن، منم راحت بشم. منو ول کن دیگه. صبر کن، مگه من ناراحت نیستم؟ یه لحظه صبر کن. ها نرگس رفتی؟ نرفتم. تا نفهمم دارین اینجا چی کار میکنین نمیرم. فیاض داریم چی کار میکنیم؟ تو سرما بیرون نمون، بیا بریم خونه. فیاض این زن چرا گریه میکرد و اینطوری چسبیده بود به تو؟ چه خبر شده؟ این خب چیزه، این مافیا خیریه و مدینه رو دزدیدن. نرگس خانم به آقا فیاض بگین پیداشون کنه و خواهرامو نجات بده و منو جاشون بفرسته. دست درد نکنه. رابیا معطل کن. یاووز بالاخره اومدی؟ چند روز نبودی، دلم برات تنگ شده بود. الان یه کار خصوصی دارم، با مهمونام اومدیم، کار داریم. اگه میخوای برو مهمون خونه اونجا بمون تا بهت خبر بدم. اما امشب با هم شام میخوریم مگه نه؟ گفتم اونجا بمون تا بهت خبر بدم. باشه، من منتظر خبرت میمونم. یه نوشیدنی برام بیارین. چه کارشون کنیم رئیس؟ گفتم ببرنشون انبار، اما میخوایم بیارمشون اینجا؟ نه بابا، اینجوری خشک و خالی نه.
از مهمونامون اونطور که شایسته شونه با شام پذیرایی میکنیم. همون پذیرایی همیشگی. درسته قربان؟ فهمیدم. سری میزو میچین. آره بچین. یه میز خوب و مجلل بچین که هیچ وقت فراموش نکنن، تا اونا با کل دنیا بفهمن که از یاووز دزدی کنن چی میشه. چشم. خوبی؟ دیگه کارمون تمومه. بیچاره شدی، مثل لیمو لهمون میکنن. لعنتی. مدینه نفس بکش قربونت برم، زبونت بند اومده. قربونت برم مدینه، تو رو خدا سعی کن یه کلمه بگی، به خدا لال میشی. ای وای گلم داری مثل بیت میلرزی. معلومه میلرزه دختر، بایدم به لرزه هممونو میکشه. ای وای تو ساکت شو احمق، الکی چرت و پرت نگو. ما باید فکر کنیم که چطوری قانعشون کنیم و چطوری خودمونو از اینجا نجات بدیم. مگه نشنیدی داشتیم میومدیم اون یارو چی گفت این راهی که میرین برگشت نداره. اونا از قبل تصمیمشونو گرفتن، معلومه دیگه. بسه. ای بابا تا نمردیم امیدمونو از دست نمیدیم. بعدم اونا یه چیزی گفتن، از بس که تو چرت و پرت میگفتی یه چیز گفتن ساکت چی. آره تو خیلی خوب حرف زدی. ما میدونیم از چه شوینده استفاده کنیم. برای دستشوی سگم از سرکه استفاده میکنیم. باشه بابا، میگم اون تا 3 شمرد و بعد به سر دوستم شلیک کرد، میفهمی؟ میگم اینا قاتل جانی هن. ما رو هم میزنن میکشن. ساکت شو ما دنبال راه حلیم، درسته؟ اگه راه حلی داری به همون بگو، وگرنه با همون حرف نزن. میگم من یه راه حلی دارم. چی؟ تنها راه نجاتمون از اینجاست. اسم سوگل رو بهشون بدیم. اسمشو بدیم؟ دختر منظورم رو بفهم دیگه. اونو میندازیم جلو، خودمون از اینجا آزاد میشیم. خب تقصیر اونه دیگه. چی داری میگی کثافت؟ ببینم مگه اون پای شما رو به این ماجرا باز نکرد؟ اگه این نفر باید قربانی بشه اونه. گفتم ساکت. اصلا اسمشو نمیاری، اسمشو فراموش کن. فهمیدی؟ به کسی چیزی نمیگی. سوگل فراموش کن، وگرنه به خدا قبل از اونم من تو رو میکشم. خیریه، مگه من حرف غیر منطقی میزنم؟ خب یکی باید تاوان بده که بقیه آزاد بشن. بعدش هم مگه این اتفاق به خاطر سوگل نیفتاد؟ همه چی تقصیر من بود. معلوم بود چیزی که از ایلماس برسه برامون درد سر میشه. شما اصلا این آدما رو ندیدین، درسته؟ آخ ندیدیم. فقط دمیر گفت که اسلحه دارن، گفتش به دوستم شلیک کردن. چی کار کنیم حالا؟ بریم پیش پلیس؟ چه پلیسی ها؟ نرگس چه پلیسی ها؟ بره به پلیس چی بگه الماس غیر قانونی پیدا کردیم، یه دونه‌شو فروختیم ها. مال مافیا بود، اومدن دنبالمون نجاتمون بدن. خیلی خب، شاید دستگیر بشن، یعنی میافتن زندان، اما حداقل نمیمیرن. اصلا میفهمی راجع به چقدر پول داریم حرف میزنیم نرگس؟ اگه کاغذ خودکار داشته باشی صفرش توی خط جا نمیشه. اینا کارشون تمومه دیگه، مردن میکشنشون، راه گریزی ندارن. این بیرون نتونن تو زندون میکشن. پس چی کار کنیم؟ گناه دارن. الماس رو میدم، منو ببرن، الماس رو بهشون میدم. خواهرای منو ول کنن، خب منو بکشن. وای ساکت باش زن، تو رو خدا فقط ساکت باش. فقط حرف میزنه، صدای خودم هم نمیشنوم. اونا زنگ زدن. اونا شماره منو از کجا دارن آخه؟ اونا 2 دقیقه شهرکو پیدا کردن، بعد شماره تو رو نمیتونن پیدا کنن. یاسمین زنگ میزنه. یاسمین، یعنی واقعا که خجالتم نمیکشه. نکنه قضیه رو شنیده که بهم زنگ میزنه ها؟ آره فیاض قضیه رو شنیده، خیلی نگران شده، برای همین زنگ زده. بابا تو عجب آدمی هستی، باورم نمیشه. خوبه دیشب با چشه خودت دیدی داره بهت خیانت میکنه فیاض. تو از کجا خبر داری؟ کلاغا خبر آوردن. جانان خانم گفته، جانان خانم از خونه بیرون نمیره، اما عین گوینده این خبر همه چیو میگه، از این به اون، از اون به این، از این گوش به اون گوش. کلاغ پیر. بله یاسمین. خب میدونم دیشب خیلی از دستم عصبانی شدی، یعنی واسه اینکه ما رو تو اون حال دیدی خیلی بد شد. من ازت معذرت میخوام. معذرت میخوای؟ رسما داشتی اون مردکو میبوسیدی، الان معذرت میخوای؟ فیاض من از کجا باید میدونستم که تو میای اونجا ها؟
خب تو هیچ پولی نداری. اونجا هم خیلی رستوران لوکسی بود. من فکر نمی‌کردم اونجا هم دیگر رو ببینیم. خب من معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. وای لعنت به تو یاسمین، موقع عذرخواهیم به من میگی فقیر، دستت درد نکنه. الان چه ربطی داشت؟ من همچین چیزی گفتم ها؟ من نگفتم فقیری. میگم اگه میدونستم اونجا ممکنه همدیگر رو ببینید من نمیرفتم اون رستوران. میگم معذرت میخوام. خب چی کار کنم؟ میخوای برات گل بفرستم؟ ببینم یاسمین، تو هنوز 2 روزم نشده اونو از کجا آخه؟ منو ببین قبل از اینکه از هم جدا شیم این مردی که بود به من خیانت میکردی. تو چی داری میگی ها؟ چی داری میگی؟ حواست باشه ها. من هیچ وقت بهت خیانت نکردم. دیگه داری شورشو در میاری واقعا. من شورشو در آوردم ها؟ من شورشو در آوردم؟ واقعا که. خب پس به من توضیح بده این مرد کیه؟ دوست پسر سابقمه فیاض. فهمیدی؟ یه تو اونطوری تو صورتم میگفتی که تو هیچ جایی واسه رفتن نداری، هیچ جایی واسه رفتن نداری. آره من واقعا جایی واسه رفتن نداشتم، چون به خاطر تو خونه بودم و کنار گذاشته بودم. هیچ کس برام نموده بود. واسه همین من به دوست پسر سابقم یابوس زنگ زدم. اونم اومد بهم کمک کرد. همین، چیز دیگه ای نیست. منم هیچ وقت اونو فراموشش نکرده بودم. بابا تو عجب آدمی هستی ها. تا دیروز هی به من میگفتی که منو دوست داری. بی پول شدم اینطوری میکنی؟ دارم راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم. میخوام یه چیز دیگه رو بگم. اگه اتفاق دیشب دوباره تکرار بشه و اگه یاووز یه وقت دوباره تو رو بخواد ببینه، یاووز تو رو... تو همین بودی دختر مگه نه؟ ها؟ تو همین بودی. دیگه به من زنگ نزن. برم براتون آب بیارم. چی میگه؟ اونه که دیشب باش تو رستوران بوده دوست پسر قبلش بوده. هر کی بوده الان دوباره با همن. دوست پسر سابقش؟ آره اسمش یاووزه. چه میدونم. قبل تو از یه مردی حرف میزد که میخواد باش ازدواج کنه. هیچ وقت بهمون معرفیش نکرد. من فکر کردم الکی میگه. پس واقعی بوده. واقعیه دیگه نرگس ها. وضع صورت منو ببین. بیا این داخل. به جنبی. باشه. خوش اومدی. وقتی دیدم تشنه مرگین گفتم حتما گشنتونم هست. چی شد؟ بحث کار با مهمون نوازی جداست. عادت ندارم مهمونی که میاد خونم و گرسنه بفرستم. بشینی. ما رو میخواد کجا بفرسته؟ بفهم دیگه دختر، منظورشون دنیاست. وای مدینه عزیزم نترس، من پیشتم. بیا یکم سوپ میخوریم پا میشیم دختر. نه خانوما کنار من بشینن. من باید باشون صحبت کنم نه تو برو اونور. خیری ای وای زبونش باز شد، حرف نمیزد. از ترس شما اینطوری شده بود. ببخشید. خدا رو شکر زبونش باز شد. دیگه لطفاً بشینید. باشه. چیه مدینه چیه؟ خیریه. زبونش باز شده اما فقط یه کلمه میگه. مدینه برو عزیزم. ببخشید آقای یابوس ولی خیلی از شما میترسه. میشه این دوستمون جاشو با دوستم عوض کنه؟ نه من برای میز تصمیم میگیرم. هر کسی اونجا که من میگم میشینه. مدینه عزیزم نه ترس، برو اونور بشین. برو قربونت برم. تو رو خدا برو اونور بشین. خب حالا که مهمونمون نشستن پذیرایی رو شروع کنین. من کمک کنم. آخه عادت ندارم بشینم یکی دیگه برام غذا. خونه تو واقعا قشنگه. عاشق شدیم. استخرش هم خیلی خوبه. لباس خانم هم خیلی قشنگه. منم لباس سیاه‌سفید میخواستم اما یاسمین خانم بهم اجازه نداد. گفت لباسم نباید فرق کنه. خدایش خیلی قشنگه. خدا براتون از هر مشکل و بلایی حفظش کنه. از هر شکست و باختی.
راستش ما هم تو خونمون میزای بزرگی میچینیم، اما خب این دیگه خیلی زیاده. نیست واقعا زیاده. اون اردکه؟ میگم که آقا یاووز میخواستم بگم قبل از هر چیزی بابت این میز قشنگی که برامون چیدین تشکر میکنم. خیلی ممنونم. آره. اگه اجازه بدین الان که وقت دارم میخوام براتون یه چیزی روشن کنم. اینجا یه سوء تفاهم خیلی بزرگ پیش اومده. یعنی ما 3 آدم بیچاره کی باشیم که بخوایم آدم بزرگی مثل شما رو اینطوری بازی بدیم یا اینکه بخوایم شما رو فریب بدیم؟ نه؟ آره، این دقیقاً همون چیزیه که برام سواله. همین. اما اگه میخوای زبونت قطع نشه، یعنی اگه درش بیارم بدم سگای باغ بخورن، ناراحت میشی. دیگه بدون اجازه من حرف نزن. پدرم خدا بیامرز میگفت آدم دوست و دشمنشو سر سفره بهتر میشناسه. وای خدا رحمتشون کنه. من قرار نبود حرف بزنم، اما این ناخودآگاهه، مثل حرفی که بعد از عطسه میزنن. منم وقتی که اسم مرحوم میاد میگم خدا رحمتش کنه. پدرم همیشه دوست داشت مسائل مهم و سر سفره بگه. منم از اون به ارث بردم. برای همین من امروز هم خواستم باهاتون غذا بخورم، هم حرف بزنم. خیلی خوب، بفرمایید. نوش جون. اگه از یه چیزی بدم بیاد اونم غذا نخوردنه. همراهی نکردن سر غذا رو بی احترامی میدونم. آخه مگه میشه که بی احترامی کنیم؟ بله، ما الان همشو میخوریم. مدینه بخور دختر، بخور. بخور مدینه. میزو برای 3 نفر بچینم قربان. 4 نفر. اون پسرم طعم غذامونو بچشه. غذایی مد نظرتونه؟ میخواین چه تأثیری داشته باشه؟ سوپی که اون دفعه به جوکی مرحوم دادین واقعا خوب بود، اما موادش کم بریز. اگه سری بمیرن به درد من نمیخورن. سم باید کم کم اثر خودشو نشون بده. من باید باهاشون حرف بزنم. چشم. چطوره؟ سوپو دوست داشتی؟ آره خوشمزه است. عالیه. آقا یاووز من تو عمرم همچین چیزی نخوردم، باورم نمیشه. معلومه که هیچ وقت نخوردی. آشپزخونه ما خوبه. دستور پختش رو هیچ جا پیدا نمی‌کنی. بله معلومه، واقعا خیلی خوب شده. منم اگه زنده بمونم از روی این دستور درست میکنم. توش چی ریخته؟ فلفل سیاه، آره، لیمو. من هویجم میریزم، خوبه. رازیانه هم داره. چیزی اضافه کرده؟ حالا که سر حرفو باز کردین، میخوام دیگه برم سر اصل مطلب. برای بی احترامی که به من شده فقط شما رو مسئول این قضیه نمیدونم. اگه میدونستم براتون بد میشد. حتی جنازتون رو پیدا نمیکردن که براتون نماز بخونم. اما اگه بگین برای کی کار میکنین، اون وقت همونطور که اومدین صحیح و سالم از این در میرید بیرون. ولی اگه نگین، آقا یاووز، تو ساکت سوپتو بخور سرد نشه. خب تو بگو، اما راستشو بگو. سر غذا دروغ بگی حالم بد میشه. بله راستشو میگم. من بهتون میگم به خدا سفرتون پر برکت باشه. به این برکت میگم. به خدا به مرگ مدینه قسم.
ببین خوشم نمیاد سر میز گریه کنین چون اشتهام کور میشه. مدینه عزیزم تو رو خدا گریه نکن دختر، بریز تو دلت باشه گلم، بریز تو دلت، خدای نکرده واقعا میکشنمون. خب الان میگم آقا یابوز، من تمام حقیقت رو به شما میگم، اگه راستشو نگم از اینجا نرم بیرون. کسی اجیرمون نکرده، یعنی ما فقیر و کارگر و بدبخت بیچاره ایم، اما آدمای درستکاری هستیم. ما از دزدی و دغل‌بازی و اینجور چیزا سر در نمیاریم. خب ما خدمتکارای همون شهرکی هستیم که ما رو از اونجا آوردین. ما بعضی وقتا به خاطر یه لقمه نون، ببخشید سر غذا نمیگم، اما دستشویی سگم تمیز میکنیم. من اگه واقعا از دزدی و اینجور چیزا سر در می آوردم، همون یه ذره پولی که داشتم و به این نمیدادم که. میگم الان اصلا وقت این حرفا نیست. یعنی چی؟ این پسره اجیرتون کرده؟ نه آقا یابوز، مگه اصلا همچی چیزی ممکنه؟ خب منم مثل اونا یه کارگرم، من فقط باغبون اون شهرکم. من نامردم اگه توی این قضیه کوچکترین دستی داشته باشم، باور آره واقعا همینه، همونطور که میگه نامرده، نمیتونی باش دستشویی هم بری، اما خب دل دیگه میره به کثافت میچسبه. ای وای من باز سر غذا راجع به کثافت حرف زدم، مغزم از ترس قفل شده. حرفتو بزن. خلاصه حرفت چیه؟ خلاصه؟ ما از اون آدمایی که شما میگی نیستیم. ما از این چیزا سر در نمیاریم، ما ساده ایم، ساده. من سادم. این مدینه حتی از منم ساده تر، یعنی هیچ بدی تو وجودش نداره. مثلا من اگه عقل توی کلم بود گوله اینو نمیخوردم. با دو تا حرف قشنگ که وای من دوست دارم و وای چه چشمای قشنگی داری، من خودمو گم کردم. تمام پولمو بهش دادم، ته کارت اعتباریمو در آورد. یعنی من انقدر احمقم پولی که برای جاسوسی از نرگس خانم گرفتم من بهش دادم. تو چی گفتی؟ جاسوسی؟